السلام علیکم شنوندگان محترم، با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان. امروز در ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت با اشتراک اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 6 مورد بهره برداری قرار داده شد. این مؤسسه تعلیمی برای 2400 نفر خواننده در دو بست پیش بینی گردیده دارای 51 صنفخانه و 38 اتاق دیگری یاری رسا می باشد. پس از افتتاح مؤسسه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تالار برهوای آن با اهل معارف پایتخت ملاقات نموده خوانندگان و آموزگاران را برای به استفاده دادن این مؤسسه تعلیمی تبریک و تهنیت گفتند. امروز اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 را مورد بهره برداری قرار دادند. پیشوای ملت با شرایط تعلیمگاه آشنا شده با خوانندگان و آموزگاران از نزدیک صحبت نمودند. مورد ذکر است که مؤسسه مذکور پورا از نو بنیاد گردیده آن از 4 آشیانه، تهخانه و 3 بنا عبارت است و با نظرداشت استانداردهای معاصر معماری بنیاد یافته است. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکار وطنی دیرکتور گنرالی جمعیت سهامی شکل کشاده تاجیک‌هیدرو الکترومنتاژ سفرف اقبال بنیاد یافته برای 2400 نفر خواننده در دو بست پیش بینی گردیده است. محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شخصا از نام خودم و از نام تمام ختم کنندگانی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 شهر دوشنبه با کمال احترام و صمیمیت شما را با روز پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه تبریک گفته منتداری خود را به شما برای چنین مکتب زیبا بیان می‌نماییم. محترم جناب عالی، امسال ما ختم کننده هستیم. جواباً به این غمخواری‌های شما وعده می‌دهیم که به دانشگاه و دانشکده‌های جمهوری و بیرون از جمهوری داخل شده متخصصان ساحه‌های ورزیده وطنی عزیزمان و پیروان اصیل پیشوای معظم ملت می‌گردیم.
انشاءات نو دارای 51 صنفخانه و 38 اتاق دیگری ریاری رسان میباشد. در تعلیمگاه معاصرترین شرایط برای علم آموزی فراهم گردیده، صنفخانه‌های علایده برای فن‌های بیولوژی، شیمیا، آمادگی دفاع حربی و گیومتری تشکیل کرده شده است. همچنین در مکتب اتاق‌های علایده لابراتوری بنیاد یافته برای در عمل گذاراندن تجربه‌های گوناگون، اسباب و عیونیت‌های درسی نصب گردیده است. اسناد شناسایی برابر دولت اطلاع دادند که در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 به هنرآموزی طالب علمان توجه خاصه داده شده. اتاق‌های علایده تعلیم مهنتی پسرانه و دخترانه که با تمام دستگاه و تجهیزات ضروری تامین از گشوده شده است. در اینجا طالب علمان دوریدگری، کنده‌کاری، دوختن سر و لباس و طرز آماده نمودن هر گونه طعام را می‌آموزند. همچنین برای دوستداران صنعت تصویری صنفخانه علایده درسی که در آن نازکی‌های رسمی آموزانیده می‌شود تشکیل گردیده است. در این برابر کتابخانه برهوا بنیاد یافته، کتابخانه الکترونی مؤسسه با 20 عدد کامپیوتر و خط بلندشدت اینترنت تامین می‌باشد. حجره کاری آموزگاران نیز با کامپیوترهای حاضر زمان تامین گردیده است. برای از بر نمودن تکنولوژی معاصر، صنفخانه‌های تکنولوژی اطلاعاتی با معاصرترین دستگاه‌های کاری تامین میباشد. همزمان بنا دارای آشخانه با 160 جای نشست، تالار ورزشی در مساحت 420 متر مربع با 4 حجره ایلاوگی و مجلسگاه با 380 جای نشست میباشد. با مقصد حفظ سالمی آموزگاران و طالب علمان در انشاءات مذکور اتاق علایده طبی بنیاد یافته، آن با جهاز ضروری کمک اولیه طبی و تجهیزات دندان درمانی کسبی تامین میباشد. کارهای ساختمانی در این انشاء در ظرف 1.5 سال جریان یافته، گرد و اطراف آن با گل و بوته‌های آرایشی و نشستگاه‌ها تامین گردیده است. به خاطر عمومی گرداندن ورزش و ترغیب طرز حیات سالم در حوله مؤسسه تعلیمی، 2 میدان ورزشی معاصر در مساحت 540 متر مربع بنیاد یافته است. میدانچه‌ها برای بازی‌های فوتبال، والیبال و ورزش پیش بینی گردیده مطابق با استانداردهای معاصر ساخته شده است. در حدود تعلیمگاه 2 عدد ترانسفورماتور بلندشدت برقی نصب گردیده، همچنین انشاءات با سیستم گرم‌دهی متمرکزانیده شده پیوست میباشد. اسناد شناسایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سطح و صفت کارهای ساختمانی و طرح بنای مؤسسه بهای بلند داده، اقدام‌های صاحبکاران وطنی را نمونه عبرت و باعث دستگیری ارزیابی کردند. پس از افتتاح مؤسسه، پیشوای معظم ملت در تالار برهوای آن با اهل معارف پایتخت ملاقات نموده، خوانندگان و آموزگاران را به استفاده شرایط معاصر علم آموزی هدایت کردند. تاکید گردید که برای باز هم بهتر نمودن شرایط تعلیمی و فراهم آوردن امکانیت‌های زمانوی تعلیم در کشور، بنیاد صدها مؤسسه‌های تعلیمی با نظرداشت طلبات زمان ادامه دارند و تا تجلیل 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قسمت بیشتری آنها مورد استفاده قرار خواهند گرفت. خرسند از آن هستم که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای ما یک مکتب زمانوی تحفه کردند و من میnnتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و به رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی میرسانم. شکر وحدت، شکر بختی پایدار، پیشوا داریم افتخار. برای ما آموزگاران و خوانندگان افتتاح این درگاه علم و معرفت باعث افتخار و سربلندی و خوشبختی است که با غمخواری و کوشش‌های خسته‌ناپذیر پیشوای ملت امروز صاحب باز هم یک مؤسسه تعلیمی معاصر و به همه طلبات زمان جوابگو گردیدیم. در جواب به همه این غمخوری‌ها برای بهتر گردیدن تعلیم و تدریس، ما آموزگاران تمام سعی و کوشش خود را به آن روانه می‌نماییم
که با کار و فعالیت موفق، اخلاق نمونوی و دانش بلند سهمی با سزای خود را در رشد و نموی وطنی عزیزمان گذاشته باشیم. باعث خرسندی است که در یک مدت کوتاه با اقدام پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی چنین یک بنای نو و زمانوی ساخته به استفاده داده شد. در اینجا میدانچه های معاصر ورزشی نیز ساخته شده است. در جواب به غمخواری های بنظیر پیشوای ملت ما وعده میدیم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده به خلق و وطن خود صادقانه خدمت مینماییم. امروز ما خود را همچون نسل خوشبخت و خوشحاله از آن می‌حسابیم که چنین سروری غمخوار و مهربان داریم که پیوسته بهر بلند گردانیدن سطح دانش ما خوانندگان کوشش‌های بی‌اندازه می‌نمایند. در جواب این همه غمخواری‌ها ما خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 وعده می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده نامبرداران این دولت و این ملت می‌گردیم. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی در مراسم مورد استفاده قرار دادن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 از جمله تاکید نمودند که به استفاده دادن مؤسسه‌های تعلیمی دارای شرایط و امکانات معاصر تحصیلات از جمله تامینات آنها با تکنولوژی‌های اینوواسیونی و به راه ماندن راه و اصول‌های پیشرفته تعلیم به شبهه به بالاروی سطح دانش آموزی و توسعه جهانبینی طالب علمان مساعدت نموده جهت رشد قابلیت ذهنی و نوآوری نسل نو را زمینه واقعی می‌گذارد. بعد مورد بهره برداری قرار دادن مکتب نو و زمانوی در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با اهل معارف ناحیه، استادان و آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 صحبت صمیمی و سازنده دایر کردند. نخست سرور دولت محترم امام علی رحمان همه حاضرین و در شخص آنها ساکنان پایتخت کشور را با روز پایتخت که همه ساله با شکوه خاصه تجلیل می‌گردد تبریک و تهنیت گفتند. امروز با افتخار روز پایتخت مورد بهره برداری قرار گرفتن باز یک مؤسسه نوی تعلیمی را با کارمندان ساحه معارف شهر، استادان و آموزگاران و خوانندگان تبریک گفته به شاگردان این بارگاه علم و معرفت خوانش خوب و اعلی، آداب و اخلاق حمیده و به اهل معارف در جاده تعلیم و تربیه نسل نورس برای کامیابی ها آرزومندم. تأکید گردید که به خاطر استقبال سزاوار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سراسر مملکت تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری وسعت تازه کسب کرده است. ساکنان وطن دوست و وطن پرور کشور با درک بلند مسئولیت شهروندی به خاطر مساعدت کردن به رشد و پیشرفت و شکوفایی سرزمین کمر همت بستند. بنیاد مؤسسه نوی تعلیمی نیز در دایره استقبال سزاوار از جشن عمومی ملی استقلالیت و جانبداری مردم از سیاست بابرار پیشوای ملت از جانب صاحبکار همت بلند اقبال سفرов دیرکتور گنرالی جمعیت سهامی کشاده تاجیک گیدر الکترومنتاژ بنیاد شده به اهل معارف پایتخت پیشکش کرده شد. برای این اقدام شایسته و سخاوتمندانه سرور دولت محترم امام علی رحمان به صاحبکار وطنی ایثار سپاسی به اندازه کردند. با صاحبکار سخاوتمند وطنی برای تشبث و مبلغ‌گذاری چنین انشاءات زیبا و مجهز که به نسل آینده سازمان تحفه ارزنده ادامه می باشد بی‌نداری ایثار می نمایم. همچنین فرزندان بنانگ بناموس با آری ملت هم داریم. 42 میلیون سومانی این مبلغ دو مکتبی میونه. مبلغ اگر حساب کنیم 15 میلیونی ما 16 میلیون میسازیم از دو مبلغ دو مکتب زیادتر. مخصوصا با طرح خیلی زمانه‌ای در پایتخت در جمهوری چنین صنعت معماری خطی اولین مکتب است و با صفت خیلی درجه عالی بنیاد گردیده است. ما از نام شما آموزگاران از نام حکومت و شما میnnتداری بیان میکنیم. رحمت.
تأکید گردید که در برابر بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون ساختمان مؤسسه‌های تعلیمی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و شخصان علاهیده براه مانده شده است. از جمله بنیاد مکتب نوبنیاد رقم 6 در مدت 4 ماه اخیر در قلمرو شهر دوشنبه پنجمین مؤسسه تعلیمی می باشد که با فراهم آوردن تمام شرایط برای تحصیل بنیاد گردیده. از لحاظ غنجایش و امکانات‌های تعلیم و تربیت مؤسسه‌های تعلیمی پیشقدم به حساب می‌روند. تا آخر سال باز 7 مکتب دیگر بنیاد گردیده. در مجموع خود همین سال برای 17,000 نفر خواننده جای نشست مهیا کرده می شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید کردند که بنیاد گردیدن مؤسسه‌های تعلیمی در سراسر کشور بیانگر آن است که حکومت مملکت به مسئله تامین نمودن شرایط ضروری برای تحصیلات باصفت و در این زمینه برای پیشرفت ساحه معارف توجه دائمی ظاهر نموده دستگیری ساحه مذکور را از رکن‌های مهم سیاست اجتماعی می‌سازد. با این مقصد حالا در شهر دوشنبه از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری بنیاد 17 مؤسسه تعلیمی برای قریب 22,000 جای نشست ادامه دارد. علاوه بر این ماه نوامبر سال 2018 جهت ساختمان باز 6 مؤسسه نوی تعلیمی برای 14,520 جای نشست سنگ اساس گذاشته شد که این زمان کارهای لایحه‌کشی آنها در عرصه انجامیابی قرار داشته. همچنین از جانب صاحبکاران وطنی 14 مؤسسه تا مکتبی خصوصی بنیاد شده ایستاده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با در نظر داشت بنیاد مؤسسه‌های زمانوی تعلیمی و فراهم آوردن شرایط سازگار علم آموزی از نسل نورس و جوانان دعوت به عمل آوردند که با استفاده از امکانات‌های بهترینی که حکومت مملکت برای آنها مهیا کرده است پیش از همه خوب تحصیل کنند، آداب و اخلاق حمیده ملی، قانونیت و ترتیبات را رعایت نمایند، یعنی نمونه عبرت همسالان خود باشند و همچون شخصیت‌های دانشمند و باسواد، خودشناس و خودآگاه و وطندوست و آبادگر به پایه رسند. در این جاده آموزگاران، پدر و مادران و اهل جامعه وظیفه‌دار گردیدند که نقش خود را همچون تربیتگر و هدایتگر نورسان و جوانان و با درک مسئولیت در نزد آینده دولت و ملت اجرا نمایند. باز کار کردم فن‌های دقیق دا بیشتر رویه‌های آموزشی فن‌های دقیق اهمیت بیشتر دادم که اختراعکار داشته باشیم، انجینیر داشته باشیم، فن‌های دقیق دا بیشتر توجه کردم کار جوانان را و سفربر کردم که آینده تاجیکستان ما صنعتی کنونی گفته ایستادیم، سوی انرژیتیکا گیدرو انرژیتیکا انشاءات ایستاده است. در دیگر سوی صنعت سبک دیگر متخصص نمی‌رسد. در آخر پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که اهل معارف شهر با کار و فعالیت هر روزه‌شان تعلیم و تربیت نسل‌های آینده ملت و دولت با مسئولیت بلند مناسبت کرده شاگردان خود را در روحیه خویشتن‌شناسی و وطن‌دوستی، احترام به فرهنگ و تمدن ملی و ارزش‌های استقلالیت و آزادی سرزمین اجدادی تربیت می‌نمایند. پس از سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان، آموزگاران و خوانندگان از جمله خالصه پیراحمد کتابدار و حسنیه یوسف بک و خواننده صف دهم همین تعلیمگاه سخنرانی نموده منتداری خود را برای بنیاد چنین یک مؤسسه نو زمانوی ابراز داشتند. تاکید گردید که افتتاح مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 همچون نمونه غمخواری و توجه حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به ساحه معارف می باشد. محترم پیشوای ملت، شما همیشه نسل نورس را به معرفت آموزی، خویشتن شناسی، تشبثکاری و از همه مهم به وطن دوستی راهنمایی می نماید و در ضمیرمان احساس گرمی حفظ و حمایه وطن، ناموس وطنداری و فرهنگ انسان پروری را جای می گرداند. این حقیقت به بحث است که هر یک نورس و جوان صاحب وطن تصدیق و دستگیری می نماید. محض با پشتیبانی و سیاست معارف پرورانه شما جناب عالی در این مؤسسه نو و زمانوی پیوسته از پی آموزش علم و دانش شده و عدم دهیم که در آینده فرزندان با ننگ و ناموس زمان خود میشویم، دیار خود را باز هم آباد میکنیم. تاکیدها و گفته‌های شما را در عمل تطبیق منماییم و نامبردار ملت خود در عرصه جهانی میگردیم. با استفاده از فرصت به دست آمده شما را نیز از نام کل جوانان و نورسان پایتخت
ба муносибати 95-умин солгарди пойтахтамон шаҳри Душанбе самимона шодбош намуда бароятон саломатӣ бардавом, саодати рӯзгор ва дар корҳои басо пурмасъулатон муваффақиятҳои беназирро таманно дорем. Ташаккур ба диққататон. امروز همچنین در ناحیه شاه منصوری پایتخت اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با کارهای نوسازی جمعیتی دارای مسئولیت محدود کابینت ارد دوشنبه آغاز رسمی بخشیده با نقشه تجدید آن از نزدیک شناس گردیدند. تجدید و نوسازی بناهای موجوده کابینت ارد دوشنبه امکان فراهم می‌آورد که با جلب سرمایه داخلی و صرفه وقت خطهای استحصالی در کوتاه‌ترین مهلت به کار انداخته شوند و برای آغاز فعالیت استحصالی و تامین بازارهای داخلی با محصولات وطنی تدبیرهای ضروری روی دست گرفته شود. گزارش خبرنگاران ما. 20 اپریل اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه شاه منصور پایتخت با کارهای نوسازی جمعیت دارای مسئولیت محدود کابینت ارد دوشنبه آغاز رسمی بخشیده با نقشه تجدید آن از نزدیک شناس گردیدند. طور اطلاع داده شد جمعیت دارای مسئولیت محدود کابینت ارد دوشنبه در مساحت 4 هکتار قامت افراخته است و پس از نوسازی پرره فعالیت آن در سمت استحصال ارد با نصب تکنولوژی معاصر مطابق با استانداردهای جهانی به راه مانده می شود. اینک با تقاضای زمان و در دوره توجه روزافزون پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در سمت رشد ساحه صنعت و تامین ساکنان مملکت با محصولات خوش صفت وطنی اقدام تجدید و مجهزسازی آن با تکنولوژی معاصر از جانب صاحبکاران وطنی به راه مانده شد. تجدید و از نوسازی بناهای موجوده کابینت ارد دوشنبه امکان فراهم می‌آورد که با جلب سرمایه داخلی و صرفه وقت خطای استحصالی در کوتاه‌ترین مهلت به کار انداخته شوند و برای آغاز فعالیت استحصالی و تامین بازارهای داخلی با محصولات وطنی تدبیرهای ضروری روی دست گرفته شود. اطلاع داده شد که انفراستراکچور موجوده و جایگیرشوی بنای کابینت ارد دوشنبه با نظرداشت موجودیت شاخه‌های راه آهن دارای انبار برای ذخیره 32000 تن گندم، انبار با مساحت 5000 متر مربع برای نگهداری 3.6 تن آرد و انبار برای نگهداری سبوس و گندم ریزه می باشد. با وصل و نصب تکنولوژی استحصالی اقتدار کارکرد گندم در کابینت ارد دوشنبه در یک شبانه روز به زیاده از 300 تن و در یک سال به 110,000 تن رسانیده خواهد شد. این در حالی است که اقتدار قبلی آن کارکرد 210 تن گندم در یک شبانه روز را در بر می‌گرفت. اسنای شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با لایحه نوسازی جمعیت دارای مسئولیت محدود کابینت ارد دوشنبه اطلاع داده شد که بعد پرره به کار انداختن و مجهزسازی آن با تکنولوژی معاصر برای متخصصان محلی زیاده از 100 جای کاری تأسیس داده می شود. طبق تحلیل ها طلبات روزانه شهر دوشنبه زیاده از 400 تن آرد را تشکیل می دهد و تدبیرهای راه اندازی شونده در سمت استحصال آرد در پایتخت مملکت برای معتدلی ارزش محصولات در فصلهای تیرماه و زمستان و جهت ذخیره آن همچون محصولات نیاز اول مساعدت فعال خواهد کرد. در دایره تطبیق لایحه از نوسازی کارخانه تمام بناهای آن با استفاده از مسائل ساختمان اعلی صفت و جلب ساختمانچیان محلی با طرح معاصر و زمانوی تعمیر و تجدید کرده می شوند. از نوسازی و تجدید کارخانه برای تامینات بازار داخلی با آرد اینچنین زمینه گذاری به صادرات من بعده آن به کشورهای همسایه و بدین وسیله جهت تحکیم دیورسیفیکاسیون محصولات صادر شونده وطنی مساعدت فعال می نماید. با شرافت عزم و تلاش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت تدریجاً عملی گردیدن اقدام‌های سازنده عاید رشد صنعت و بلند برداشتن سطح زندگی مردم در دوره استقلالیت توسط جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی یک قطار کارخانه‌های عظیم استحصالی و صنعتی به کار انداخته و یک قطار کارخانه‌های موجوده تجدید و از نوسازی گردیدند. جمعیت دارای محصولات محدود کابینت ارد دوشنبه فعالیت خود را در سمت استحصال آرد با نظرداشت جاری نمودن تکنولوژی و تجهیزات معاصر مطابق با استانداردهای جهانی روانه نموده است. خیلی که معلوم است بناهای موجوده سالهای 60 ساخته شده با تقاضای زمان تعمیر طلب و به تجدید نیاز پیدا نموده است. با وصل و نصب
технологияи муосир иқтидори корхона дар як шабона рӯз то 300 тонна гандумро ташкил дода дар як сол ин ба 110,000 тонна мерасад. маҳсулот ё ин ки ашёи хом барои коркард дар ин корхона аз ҷумҳурии Қазоқистон ворид карда мешавад. тибқи таҳлилҳо талабот дар пойтахти мамлакат дар шаҳри Душанбе ба маҳсулоти истеҳсолшаванда 400 тоннаро ташкил медиҳад. тадбирҳои роҳандозишаванда барои мӯътадилии нарх дар бозори дохила бисёр мусоидат менамояд. امروز اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی در مراسمی به طور تنتنوی مورد بهره برداری قرار دادن آمفی‌تئاتر مؤسسه دولتی باغ فرهنگ و فراغتی به نام عبدالقاسم فردوسی اشتراک نمودند. آمفی‌تئاتر دارای 1500 جای نشست در دیگر انشاءات یاریرسان طرحریزی گردیده است. با مناسبت افتتاحی آمفی‌تئاتر نو از جانب اهل هنر و فرهنگ مملکت برنامه رنگین کنسرتی پیشکش حاضرین گردانیده شد. گزارش عبدالحمید نظیر و اهل‌دین کریم. اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی در وضعیت تنتنوی آمفی‌تئاتر مؤسسه دولتی باغ فرهنگ و فراغتی به نام عبدالقاسم فردوسی را مورد بهره برداری قرار دادند. افتتاح تئاتر تابستانه مؤسسه دولتی باغ فرهنگ و فراغتی به نام عبدالقاسم فردوسی در دایره تجلیل روز پایتخت راست آمده تحفه ارزشمند رهبریت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه محسوب می‌یابد. اثنای شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کارهای انجام یافته بهای بلند داده افتتاح این انشاءات فرهنگی را در حدود باغ فرهنگ و فراغتی مهم و سریع خوانده مسئولین را جهت استفاده پرثمر از شرایط در آن مهیا گردیده و تشکیل برنامه‌های گوناگون فرهنگی و فراغتی دستور دادند. در ادامه روند سازندگی‌ها در شهر دوشنبه باز یک انشاءات فراغتی مورد استفاده قرار گرفت. در اینجا برای گذراندن چاره‌بینی برنامه هنری تمام شرایط فراهم آورده شده است. بنیاد آمفی‌تئاتر در دوره اقدام‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه در دوره آمادگی‌ها و جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان صورت گرفت. مس وسعت دادن روند سازندگی‌ها در آن میباشد که شهر دوشنبه روز از روز زیبای و آزاده گلگون شفاف گشته ایستاده است. آمفی‌تئاتر دارای 1600 جای نشست و دیگر انشاءات یاریرسان از جمله در آشیانه یکم نقطه چپته فروشی، اتاق‌های مأموریت باغ و دیگر اتاق‌های کاری، در آشیانه دوم باشد حجره‌های آرایش‌دهی و دیگر حجره‌های تکنیکی طرحریزی گردیده است. کارهای ساختمانی آمفی‌تئاتر ماه ایول سال 2018 آغاز گردیده در این دوره بیش از 200 نفر متخصصان محلی با جای کار و معاش خوب تأمین گردیدند. بینای انشاءات مذکور پوره با سنگ‌های محلی آرایش داده شده از صنعت بلند ملی و معماری درک می‌دهد. ما ساختمان بینای آمفی‌تئاتر برای 1500 جای نشست رو در ماه ایول سال 2018 آغاز کردیم و در آرایشی بینای ساختمان اصلا ما سنگ‌های اش را استفاده بردیم و در آرایشی بنا ما کوشش کردیم که نقش نگار ملی را با کار بریم که این همچون معرفی‌کاری ملت ما است. محصولات هایی که ما در ساختمان استفاده بریم محصولات های محلی بوده از نسبت محصولات هایی که وارداتی است نسبتا ارزان است و با صفت است و 100 سال آینده میتواند خدمت کند. تئاتر تابستانه از لحاظ بی‌خطری هم به طلبات جوابگو بوده در گوشه و کناری آن کامراهای نظارتی نصب کرده شده است. مساحت عمومی مؤسسه دولتی باغ فرهنگ و فراغتی به نام عبدالقاسم فردوسی 30 هکتار را تشکیل داده در آن برای استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان پایتخت شرایط ارزنده مهیا کرده شده است. باغ مذکور سال 2018 در دایره اقدام‌های سازنده پرزیدنت مملکت پر نوسازی گردیده در آن اتراکسیون‌های زمانوی، میدانچه‌های معاصر ورزشی و دیگر اینفراستراکتور ضروری بنیاد کرده شده است. ما جوانان میانه‌داری خود را خصوصاً به پیشوای معظم ملت و رئیس شهر میانه‌داری خود را بیان می‌نماییم که به ما جوانان چنین انشاءات‌های زمانوی را مهیا کرده است. قبلا این شرایط‌ها نبود. امروز ما خرسند هستیم که با ما
چنین شرایط ها مهیا گشته است. ما از این خیلی شاد هستیم. بهر ما جوانان پیشوای معظم ملت غمخواری های زیاد کرده ایستادند که تا ما جوانان تمام نیروی خود را بهر حفظ صلح و استقلالیت بهر گلگشکوفی تاجیکستانمان کوشش به خرج دهیم. بعدی شناسایی با شرایط مهیا گردیده در تئاتر تابستانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان در این انشاءات نوبنیاد با ساکنان و مهمانان پایتخت ملاقاتی صمیمی دایر نمودند. پرزیدنت مملکت افتتاح باز یک انشاءات فرهنگی را برای ساکنان پایتخت مبارکباد گفتند. تاکید گردید که در حدود شهر دوشنبه به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد زیاده از 4000 انشاءات به نقشه گرفته شده است که در بیشتر آنها کارهای ساختمانی جریان دارند. مورد ذکر است که در اساس دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و تدبیرهای سازنده و پیگیرانه رهبریت شهر دوشنبه پایتخت مملکت دوام سالهای آخر باز هم زیبا می‌گردد. به مناسبت افتتاح امفی‌تئاتر نو از جانب اهل هنر و فرهنگ مملکت برنامه کنسرتی پیشکش حاضرین گردانیده شد که سرشار از مهر و محبت به وطن بود. عبدالحمید نظیر، اهل دین کریم، خل محمدی دولت، اخبار. امروز بخشیده به روز پایتخت در شهر دوشنبه نیمه‌ماراتون دهم بین المللی دوشنبه برگزار گردید. در این چرابینی سطحی بلند در برابر ورزشگران تاجیک همچنین ورزشگران از کشورهای خارجی نیز اشتراک نموده بین هم رقابت نمودند. گزارشی رحمتشاه عابد. 20 اپریل در شهر دوشنبه باری دهم نیمه‌ماراتون بین المللی دایر گردید که در آن برابر ورزشگران تاجیک دوانهای حرفه‌ای از 18 کشور استرالیا، австрия, афғонистон, британия кабир, иёлоти муттаҳидаи амрико, кения, қазоқистон, қирғизистон, нидерландия, русия, ӯзбекистон, украина, чин ва эфиопия иштирок карданд. маз бо ташаббуси шаҳрдории шаҳри душанбе ин нахустин чорабинии варзишии байналмилалӣ мебошад ки дар рӯйхати чорабиниҳои байналмилалӣ қарор гирифтааст ва пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон ва дар маҷмӯъ кишвари азизамонро ҳамчун кишвари ташаббускори варзиш ва таҳкими тарзи ҳаёти солим дар ҷаҳон муаррифӣ карда истодааст. хушбахтона имсол низ зиёда аз 15 давлат варзишгарон дар ин чорабинӣ пешниҳод гардиданд ва иштирок мекунанд. аз ҳама муҳимаш он аст ки аксарияти варзишгарон аз пойтахтое ки пойтахти азизамон шаҳри душанбе бо он бародаршаҳр ҳастанд ва маҳз ба хотири таҳкими дӯстӣ ба хотири таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ ки варзиш дар асл қосиди сулҳ ва ваҳдати инсонҳо ба ҳисоб меравад варзишгарон иштирок мекунанд. даҳумин сол аст ки имрӯз марафони байналмилалӣ бахшида ба рӯзи пойтахт баргузор карда истодааст ки дар ин чорабинӣ аз тамоми гӯшаву канорҳои ҷумҳурии тоҷикистон қаҳрамонҳои ҷаҳон иштирокчиёни бозҳои олимпӣ ширкат варзиданд. бовари комил дорем ки имрӯз дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон метавонанд дар ин мусобиқаи бонуфуз шарафи обрӯи миллати тоҷикро баланд бардоранд ва бовари комил дорем ки ин иқдом ин дастгирие ки аз тарафи мақомоти шаҳри душанбе дастгирӣ ёфтааст ин як роҳбаландии варзишгарони ҷумҳурии тоҷикистон ҳаст ки нишонаи он аст ки имрӯз варзишгарони шаҳри душанбе дар тамоми чорабиниҳои варзишӣ ширкат меварзанд ва шарафи миллати тоҷикро ҳимоя мекунанд. мусобиқаи байналмилалӣ ки бо тасмими раиси шаҳри душанбе сар аз соли 2010 бори даҳум барпо мегардад баҳри сазовор талҷиш намудани рӯзи пойтахт таъмини оммавияти тарбияи ҷисмонии варзиш тарзи ҳаёти солим ва устувор намудани робитаҳои ҳамкорӣ бо бародаршаҳрҳо ва шаҳрҳои бо душанбе ҳамкории судманди иқтисодиву иҷтимоӣ дошта доир гардид. бояд тазаккур дод ки нимарафони байналмилалии душанбе аз соли 2014 ба таквими мусобиқоти байналмилалии дави ҷаҳонӣ шомил шудааст. нимарафони байналмилалӣ ки масофаи 21 километру 97 метрро дар бар мегирад соати 9 субҳ рӯзи 20 апрел аз рӯи масири дави наврӯзгоҳи пойтахт хиёбони ҳофизи шерозӣ, маҳаллаи хоҷамбиё, дидбонгоҳи чорбох, хиёбони рӯдакӣ, майдони дӯстӣ назди ҳайкали исмоили сомонӣ ҷамъбаст шуд. шаҳрдорӣ барои баргузории нимарафони даҳуми байналмилалӣ 387803 сомонӣ ки беш аз $40,000 ташкил мекунад ихтисос кардааст. варзишгароне ки дар ин нимарафони байналмилалӣ бо ҳолати хуб нишон дода аз ҷойи якум то шашумро ишғол карданд бо ҷоизаҳои молӣ
با مبلغ 13350 سومونی تا 31150 سومونی سرفراز گردانده شدند. مسابقه که طولی بیش از 1 ساعت صورت گرفت، نماینده افیوپیا فنتی جیرما با نتیجه 1 ساعت و 06 و 31 ثانیه اولین شده مرا عبور کرده سزاوار جای اول شد. مدال نقره را باشد نماینده اوکراین میکولا یوخیمچوک با نتیجه 1 ساعت و 06 و 58 ثانیه کامیاب گردید. مقام سوم افتخار را باشد نماینده جمهوری قزاقستان میخائیل کراسیلوف با نتیجه 1 ساعت و 10 دقیقه و 01 ثانیه اشغال نمود. جای چهارم را باشد ژودارا کنچیت بیکاف از قزاقستان با نتیجه 1 ساعت و 10 دقیقه و 43 ثانیه به دست آورد. مقام پنجم را باشد ماینا ساموئل از کنیا با نتیجه 1 ساعت و 11 دقیقه و 29 ثانیه کامیاب گردید. و مقام ششم افتخار را باشد اندری پتروف از جمهوری ازبکستان با نتیجه 1 ساعت و 11 دقیقه و 43 ثانیه به دست آورد. بین بانوان باشد داریا ماسلووا از جمهوری قزاقستان با نتیجه 1 ساعت و 14 دقیقه و 45 ثانیه اولین شده به مرا رسید. دومین شده به مرا گوانگول خیروت از افیوپیا با نتیجه 1 ساعت و 16 دقیقه 51 ثانیه رسید. و مقام سوم را باشد سیتورا حمیدووا از جمهوری ازبکستان با نتیجه 1 ساعت و 18 دقیقه 29 ثانیه اشغال نمود. جای چهارم را باشد مورنینگی بیتی کاسامبی از کنیا با نتیجه 1 ساعت و 23 دقیقه و 30 ثانیه به دست آورد. و جای پنجم نسیم میرانگیز نازاروا و جای ششم را اولام کوزمینووا با نتیجه 1 ساعت و 30 دقیقه و 14 ثانیه و 1 ساعت و 32 و 43 ثانیه هر دو هم از تاجیکستان اشغال نمودند. Я Маслова Дарья с Кыргызстана. Участвую уже 3-й раз. Эти соревнования как проходящие у меня. Определенно к ним не готовилась. Все 3 раза были первые места. Трасса, не сказать, что легкая. Подъемы есть. Погода отличная. Вот. состояние хорошее было. من نظر و مهرنگیز طول 3 سال است که در این نیم ماراتون بین المللی اشتراک می‌نمایم. بار اول است که سزاوار جایزه می‌گردم. Я бегу уже 3-й раз. Это оказался счастливый призовой. До этого я бегала 1-й раз. 7-я была, потом 8-й. И в этом году все сложилось так удачно, что я оказалась в призах. Ну и, наверное, мой талисманчик сыграл здесь. У меня есть сын, которому 8 месяцев. Вот это мой, как сказать, мое вдохновение. Вот он где-то сейчас рядом. امروز در داوی بین المللی در همین شهر دوشنبه اشتراک کردم و در این داو یعنی من بسیار حرکت کردم، یعنی کوشش کردم، یعنی به مقصد خود رسیدم. و همین سنی سالم نگاه نکرده پیوسته مشق میکنم. به نزدیکی از شهر آلماتو برگشتم و در مسابقه ماراتونی بین خلقی در 42 کیلومتر جای پنجم گرفتم. ورزش واسطه است برای وطن دوستی، همتن بودن، پول است بین مردمان کشورهای جهان که آنها را به هم نزدیک میکند. بیننده های عزیز این بود برنامه اخبار. خیر سلامت باشید.